أينما كنا أينما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، خواهر محترمه تعاملی سودی داشتن که برای مردم قرض میدادن و باز مبلغ اضافی از امو قرض خود طلب میکردن و این در حقیقت ربا است، یعنی سود است و سود در شریعت اسلامی حرام است و بدترین حرام ها، بلکه قبیح ترین انواع حرام است. این خواهر محترمه میپرسد که بعد از مدت ها از این عمل خود پشیمان شده و به این مالی که از طریق سود کمایی کرده و فایده گرفته و این مال چه کار کند. خواهر محترمه الحمدلله که الله توفیق تان داده، از این عمل خود پشیمان شده اید و این شرطی از شروطی توبه را بجا آورده اید. یکی از شروطی توبه میست که پشیمانی و ندامت داشته باشی و این پشیمانی و ندامت تنها کفایت نمیکنه، باید از این عملی سودی هم دست برداری. یکی از شروط توبه میست که فوراً از امو گناه دست برداره، دیگه به او گناه نزدیک نشود. و شرط دیگر هم تصمیم قاطع داشته باشی که در آینده به سود نزدیک نمیشو. این از شروط توبه است. زیاد به الله تعالی رجوع بکنید و پشیمانی و ندامت اظهار بکنید از این عملی حرام خود و در عین حال تصمیم داشته باشید که دیگه به این عملی حرام نزدیک نمیشو. در سوال آماده بود که قید از این داشت که شما این عمل میدانستین که حرام است. وقتی که میدانستید، در این صورت شما امو مال تجارتی که داشتید یا قرضهایی که برای مردم میدادید، امو قرضها را حساب کرده نزد خود بمانید و آنچه که متباقی از او بالاتر اضافی از مردم گرفتید او را در راههای عام المنفعه به خرج برسانید، مثل ساختن پلچک ها، راه ها، چاهای آب یا انفاق در مدارس، جاهای دیگری در این تو جاها به خرج برسانید. ساختن مثلا چشمه ها و غیره، کارهایی که برای منفعت عامه مردم است. اما اگر از سود بودن این معامله اگر خبر نمی داشتید، در این صورت باز مشکلی نبود که شما این مال خودتان تصرف می کردید و به الله تعالی رجوع می کردید، توبه و تضرع می کردید، دیگر از اون مال خودتان استفاده می کردید، مشکلی نداشت. چون در آیت قرآن کریم الله تعالی می فرماید فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فانتهى یعنی بعد از اینکه حرمت ربا را دانست و قبلا نمی دانست که ربا حرام است، فله ما سلف یعنی برای از او آنچه از معاملات ربوی که یا مالهایی را که از طریق ربا کسب کرده برای از او است، یعنی جایز است که از او استفاده کنه، همراه از اینکه امرش به سوی الله تعالی است که الله چه کاری امراه از این میکنه و آیا به این گناهایش مؤاخذه میکنه یا نمیکنه. و کسی که دوباره برگرده و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و در آخر این آیات میاد و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم. اگر باز هم شما به معاملات سودی برگشتید بعد از توبهتان، در این صورت هم الله تعالی رحیم است، مهربان است، توبهتان قبول میکنه و فقط امو رأس مال خدا، اصل مال خدا به دست بگیرید و متباقی را دیگر به جاهایی که قبلا اشاره کردم به مصرف برسانید. والله اعلم.